این جهان را نگر به چشم خرد، نه بدان چشم کندر او نگری. همچون زیباست و نکوکاری، کشتی ساز تا بدان ببری. این مصرع‌ها متعلق به بزرگترین شاعری فارس تاجیک با نام عبدالله جعفر رودکی است. صاحب قران شاعری، آدم الشعرا، ملک الشعرا، شخصیتی که فضای شعریش وسیع است. شخصیتی است که دیوانی اولین شخصیت است که دیوانی شاعری، دیوانی شعر ترتیب داده است. با همین مضمون صحبت کوتاه داریم با پروفسور استاد میرزا ملا احمد، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، شخصیتی که عمر خود را در ساحه ادبیات بخشیده است. حتی کتابی با نام عبدالله رودکی تعریف و نشر پیشنهاد داده است. استاد نکته بحثی که ما می‌خوایم در اون مسئله با هر زنی امروز در بین جوانان هست، این در این مسئله است که نوری‌الدین عبدالرحمن جامی در بهارستان خود یک نقطه آورده است، یک اقتباس آورده است، آن هم از اینکه رودکی به دنیا نابینا یا که کور به دنیا آمده است. این نکته بحثناک است و دیگر محققان از جمله چندین محققان دیگر اشاره میکنه که نه این طور نیست، رودکی به دنیا آمده است و بعدا میل کشیدن و دیگر بود. همین اشاره شما در این مسئله همچون ادبیات شناس. ولی در حقیقت درباره رودکی معلومات و روایت ها خیلی زیاده. چون که شما گفتید عبدالرحمن جامی نیست، در بهارستان می نویسد که رودکی از مادر نابینا تولد شده است. این اندیشه را در سرچشمه‌های دیگر هم پیدا کردن ممکن است. ولی در این باره باز اندیشه‌های دیگر هم وجود دارد. مثلا ناصری خسرو و دیگران میگن که رودکی رو همین شاعری خیربین یاد کرده. خیربین یعنی نوری چشمش کم داشت. کم است. برای همین اینجا بود اگه خیلی دیگر است که رودکی رو در آخری عمر دشمنانش و چیش و دسته دشمنان و چشمانش میل کشیده. این هم با سببای یعنی از بس که با سیاست موافق نبود در اون دوره موافق برای همین به چشمانش میل کشیده. البته چون که گفتیم اندیشه ها خیلی زیاد گوناگون و مختلف هم. لیکن برای معین کردن واقعیت باید گفت که البته سرچشمه ها نه همیشه واقعیت رو انعکاس میکنن، زیرا روایت ها که زیاد بودن مخصوصا برای آدمان بزرگ هر گونه روایت ها رو میگفتن و در زمان عبدالرحمن جامی که چند عصر گذشته بود او همین یک روایت رو قبول کرده است. از طرف دیگر برای اون که باز هم بزرگی استاد رودکی نشان داده شود من را نابینا تصور میکردم که با همین نابینایی اینقدر آثار بزرگ آفریده است. برای معین کردن واقعیت ما اشعار پیش باید که با اشعار خودی رودکی نظر کنیم. چون روایت های سرچشمه ها هر کس به طور سوبیکتیوی شخصی اندیشه خودش رو پیشنهاد میکنه، هر گونه روایت ها میگفت و برای اون که واقعیت معین کرده شود به نظر من سرچشمه اصلا اساسی این ایجادات خوشویران است. متاسفانه از رودکی نمونه خیلی کم باقی مانده است از اون بعد بزرگی که آفریده است. دیگه با وجود همین از همین تعداد کمی باقی مانده هم بسیار چیزها رو روشن کردن ممکن است. مثلا من با مسئله نابینایی رو من میتونم از روی یک قصیده‌ای که پر باقی مانده است از رودکی با نام قصیده شکایت از پیری مشهور است. مرا 22 فرو ریخته همین همین قصیده در همین قصیده ما بسیار چیز رو فهمیده میتونیم. بسیار مسئله حیاتی رودکی رو روشن. این شرح حالی گفتم میتونیم. بله این قصیده البته پیش از اون قصیده فلسفی است. درباره فلسفی زندگی است. و این فلسفی زندگی رو رودکی در اساسی
شرح حال خودش بیان کرده است. یعنی واقعه روزگاری که اثر گذارنده است اونها رو از اونها یک حکمتی زندگی رو برداشته است و بعضی لحظه های شرح حال خود رو بیان کرده است. مثلا در این قصیده که شما گفتید قصیده با تصویر پیری شویر شروع شده است. شروع میشه برای بسود و فرو ریخت هرچی دندان بود نبود دندان نابد شفاف دامون. یعنی میگه که وقتی پیر شده است دندانهایش ریخته. اکنون در تمام قصیده پر باقی مانده است. بعد درباره جوانیش یاد میکنند رو دیگه. در جوانی من یک جوانی زیبا بودم که از پسی من سپید و سیم زده بود، دور و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. ولی این جوانی شده نظر دارم. بله. بعد میگه چنان زیبا بوده است که حتی دیگران از پی او برای تماشای او میرفتند. برای دیدنی. برای دیدن. تو این درجه زیبا بوده است. بله. استاد شما اشاره کرده که تصویر میکنم. باز در آخری قصیده دوره پیریش رو یاد میکنند که انا اکنون زندگی گردش روزگار همین است که همین گونه یک مثلا هر چی خرمی عاقبت و میاره و همچنین زندگی جوانی خیلی خرم نیست در آخر به پیری میرسه. اکنون این برای همین باید در زمان پیریش رو تصویر میکنه و چون گفتیم در از رختنی دندان ها چکمت است خموده خموش بوده است و در آخر میگه که اصاب بیاد که وقتی اصاب انباز در آخری قصیده میگه تو این وقت در این باز نمیگه. اگر چی من دارم؟ من اون رو دارم که پیر شده است. وقتی پیر شد قامت خمیده میشود ضعیف میشود و احتیاج به گرفتن اصاب میشود. این در پیری است. انا کنون به نظر ما رودکی از اول کار نبوده است نابینام تولد نشده است لیکن شاید ضعف بینایی داشته است. احتمال روایت ها بله. احتمال که ضعف بینایی داشته چون این اکثر این زمانه هر یک از چند نفر یک نفر ضعف بینایی دارن اندک میگیرن رودکی هم شاید در همین داشته است که ناصر خسرو و دیگران اون رو ضعیف بین گفتن خیره بین گفتن. این اشاره به همون است. دیگر اینکه او رو نه کور کردن نه کاری مادرزاد بود. برای چی؟ اگر کاری مادرزاد میشد یا او رو کور میکردن ممکن چی؟ و حتما در همین قصیده اشاره میکرد شکایت میکرد که از مثلا اگر از تقدیر شکایت میکرد که او رو نابینادار میکنه است یا اینکه از دشمنان شکایت میکرد که او رو کور کردن. نه این است نه آن است. در قصیده یعنی کور به دنیا نامده است اشاره نیست. نیدم خشنگی نیستن. برای همین به طور طبیعی او ایسته در آخر عمر نابینایش خیلی ضعیف میشه و نیرویش هم کم میشه و احتیاج به اصلا میشه. بودی که از قصیده همین چیز مطلب بیرون میاد. در اینجا نه کوری مادرزاد نه کور شدنی باید جوان اشاره وجود نداره. شما از اشعار اشاره کردید. رشیدی سمرقندی هم شاعر اصلی 11 گفتن 13 را 100,000 یعنی شعر او را برشمردم 13 را 100,000 هم فزون آید اگر چنان که باید بیشماری یعنی بازم اگر که حساب کنی بازم زیاد میآید. همین نکته نظر شما یا که 1,300,000 یا اینکه چه فکر شما دارم در این بورم اندیشه ها گروه است. این اندیشه ها سر میزند که همین شعر رشیدی سمرقندی رو هر کس به طور خود بفهمد. یعنی به طور خود شرح و توضیح بدین. هر یک کلمه چند فهم دارد. بله، معنی اون دارد. این کلمه ره نیست، یک چند معنی دارد. بله. راه. معنی راه است، به معنی کرات است، به معنی بور است. اینجا است.
و در اینجا بسیارا اون رو به این معنی فهمیدن که به معنی بور مروتی با کرات فهمیدن و گفتن که رشید سمرقانی گفته است که شعر او رو من 13 مراتب یعنی شو بودم حساب کردم یعنی اگر که بازم حساب میکردم بازم زیادتر بود دیگه اگر همینه باز کسان دیگر این راه رو به معنی برابر فهمیدن و گفتن که 13 برابر هست 13 مراتب یعنی 1,300,000 که از حد زیاد و اینا کنیم 1,300,000 البته خیلی مبالغه می‌نماید مخصوصا برای شعر حقیقت گفتن مثل شعر رودکی اینقدر شعر زیاد رو در یک عمر گفتن خیلی ناممکن است نظم رو کار ممکن است مثلا یک شعر نظم باشه نه برازم داره مانند که شاهنامه فردوسی نه مثلا یک کتاب علمی رو میگیریم مثلا ظفرنامه زیاد است تاریخی حادثه تاریخی میگیرید و نظم میداره در این صورت ممکن است خیلی زیاد گفتن ولی وقتی شعر میگه بعضا میشه که شاید برای یک بیت برای یک تصویری بیان کردن روزها ماها زحمت میکشن بله بله برای این از مبالغه از حد زیاد مبالغه شده است برای این به نظر من همون اندیشه درست است که رشید سمرقندی گفته است که من 13 مراتبه شمردم دیوان رو باز هم به همین شمردم که 100,000 بیشتر است بله این به حقیقت نزدیکتر است یعنی 13 بار شمرده است و هر دفعه نتیجه این است که 150,000 بوده است 150,000 این رو در سرشمای بعضا هم بعضی سرشمای گفتن که 500,000 گفته است 700,000 گفته است دیگه به نظر من همون زیاده 100,000 باید گفته که به حقیقت نزدیکتر است 100,000 استاد بسیار خوب تشکر شاید مانند که دیوان احمد دانشی پیدا کردن از کدام استانخانه ازبکستان کشور همسایه شاید از رودکی هم باشه در هندوستان میگن چندین جلدها خوب است در دیگر دولت ها هستند دیوان رودکی رو باید پیدا کرد ممکن است هر که اندیشه ها بود مثلا میگفتن که این در دستی یک نفر هست ولی اون کی است معلوم نیست به هر حال باید که همون البته بسیار چیزها موجود شده است لیکن اصول رودکی باید که حتما در جای باشه اصلا در هندوستان ترکیه احتمال زیاد است که هست همون در همون شاید بین ولی بسیار نسخه‌های است که کتاب‌های است که مثلا در فهرست‌ها مثلا توصیف میکنن با نام‌های گوناگون یا مثلا بعضی کتاب‌ها است که در یک کتاب چندین اثر هست یعنی که کاتبو و اشتباه نامی اثر دیگر بکنن برای همین یا مثلا همین یک داستان با میخ با وزرا رو یک دانشمند ترک از مقاوی یک دیوان پیدا کرد مقاوی بسیار قفص است و اون رو پاره کرده میبینه که همون ورقهای یک مصنوی رو گرفته از وی مقاوی ساخته و از اونجا پیدا کرده این روز چی استاد؟ مضمون شما چند مصرع شعر با ما مونده است؟ باقی تا حالی که ما میخونیم میدونیم حالا تقریبا 2000 مصرع باقی مونده است تقریبا زیادتر وقتی بود چند بیت دیگر این رو باشه کدام محقق ایرانی هم گفتن پیدا کردن از هر چشمه‌های نو پیدا میکنن از مثلا از تفسیر قرآن چند بیت پیدا کردن که متعلق به شعر رودکی است استاد بسیار خوب مسئله زادگاهش هم یک نکته هست که بسیارتر میگن که در بیرون زندگی میکرده میگه در بخارا و در دیگر منطقه یعنی با گمان شما بیشتری اکثر اونش در کجا سپری کرده است در مسئله زادگاه و در مسئله خواستگاه رودکی نیست اندیشه ها گوناگونند ولی اکثر مثلا بعد اون که استاد عینی به این مسئله مشهور شد
در اساسی معلوماتی سرچشمه ها توی همون دوره سیاحان عرب که به اینجا می‌آمدند همونجور تصویر کردن اون دهی رودک رو تصویر کردن موقعش رو گفتن و از این بسیار معلومات دیگر از یک سرچشمه لامسوب و دیگران استاد سیدالدین عینی برای خلاصه آمد که زادگاه رودکی همون دهی پنجم رودکی است و در حقیقت بسیار همون طبیعت اونجا و اینکه به شهرهای بخارای سمرقند نزدیک بودن یعنی میرفتن میومدن و همین اینا دلیل اون است که در حقیقت رودکی از اونجا به دنیا آمده روز مرکز هم در زادگاه خودشان با مورد استفاده زایران و زیارت کنندگان قرار گرفته است. استاد همین مسئله که اولین اینه پیش از رودکی شاعر زیاد با شعر زیاد می نوشتن ولی این اولین نفر است که دیوان ترتیب داد همین توجه حقیقت داشته باشند. البته درباره دیوانی رودکی البته دیوان ترتیب داده است این مشهور است لیکن پیش از رودکی هم شاید دیوان ها وجود داشته شاید ولی مثلا منجیک ترمیزی و چند شاعر دیگری هست که اینا از فارس از عرب هم اینا بود شاعران بودن در اون دوره از بس که از آثار اونها خیلی کم باقی مانده است امروز خیلی دشوار است بیان کردن لیکن شاید که باشد بود وجود داشته باشد لیکن بزرگی رودکی در آن است که رودکی در هر نوع شعری که آفریده است اون رو به درجه عالی آفریده است که بیشتر از دیگران بهتر خوبتر بالاتر یعنی فضای شعریش فصیح بود میگن تو مثلا قصیده رو بهترین قصیده رو رودکی سروده بهترین غزل رو رودکی سروده بهترین حتی من ربایی بسیار کسا میگن که بنیادگذار ربایی عمر خیام است اینطور نیست بنیادگذار ربایی این رودکی است اولین شاعری که ربایی رو به یک سیقل داد و به همین شکل آورد ساخته کرد رودکی بود که دیگران اون رو استفاده کردن برای همین ما رودکی رو اساسگذار بنیادگذار مینامیم برای اون که در هر ساحه نظم از همه بیشتر و بهتر گفته است بهتر شعر رو رودکی گفته است. بسیار خوب استاد تشکر زیاد میگه وقت خود جدا نمیدید بعضی مسئله های نازکی ادبی رو برای ما فهم میدید تشکر میگم شما از شما هم استانی گرامی خیلی خوب شد شکر می‌کنم نه من نگذارم تو میگم اون بیشتر کنجی ارفان این که پشت دولت نباشه استاد